اگه مدت هاست داری زبان میخونی اما پیشرفتی حس نمی‌کنی، احتمالاً یکی از این اشتباه ها رو در مسیر زبان خوندنت داری انجام میدی. سلام بچه ها، خوش اومدین به ویدیو دیگه با من. امیدوارم حالتون خوب باشه. من آذینم، این پیج اینستاگرام من و این کانال تلگرام منه. اونجا کلی نکات خوب و مفید در مورد زبان و آیلتس بهتون میگم. اما بریم سراغ ویدیوی امروز. توی ویدیوی امروز میخوام به عنوان یه معلم که 8 ساله با زبان آموزهای مختلف در ارتباط بوده و حالا ایرادهاشون، نیازهاشون و نحوه خوندنشون رو دیده، بهتون بگم که چه چیزهایی در مسیر زبان خوندن اشتباهه و خیلی‌ها انجامش میدن و احتمالاً شما هم یکی دو تا ازشون دارین انجام میدین و به خاطر همین اون پیشرفتی که میخواین رو حس نمی‌کنین. بریم که بپردازیم بهشون. اشتباه اول، ترجمه کردن به زبان مادری. یکی از بدترین عادت‌ها که متاسفانه تو همون استیج‌های اول توی ما شکل میگیره و اگر سریع جلوشو نگیریم با ما میمونه، اینه که وقتی یه جمله انگلیسی میشنویم یا اصلا می‌خوایم یک جمله انگلیسی بگیم یا بنویسیم، اول به زبان فارسی که زبان مادریمونه فکر می‌کنیم. این کار نه تنها سرعتمون رو پایین میاره، بلکه بد عادتمون میکنه و بعدش حس می‌کنیم تا من فارسی این کلمه، این جمله رو ندونم، نمیتونم بفهمم چی میگه، نمیتونم بگم که چی میخوام بگم. در حالی که این کاملا اشتباهه و توی تمام زبانها یک سری عبارتها، مفاهیم وجود دارن که اصلا معادل فارسیشون یا معادل نمیدونم به یک زبان دیگهشون نیست و باید بتونیم اون مفهوم رو توی اون زبان درک بکنیم. حالا راه حل چیه؟ راه حل به طور خلاصه اینه که خودتو درگیر محتوای انگلیسی بکنی و مدام با محتوای انگلیسی در ارتباط باشی و آگاهانه سعی بکنی که به انگلیسی فکر بکنی و هر موقع مچ خودتو گرفتی که دارم به فارسی ترجمه میکنم، سریع اونجا جلوشو بگیری. اما من کاملتر در مورد این موضوع یه ویدیو درست کردم که لینکش این بالا میاد، میتونی اونم ببینی. کلا در مورد اینه که چطوری انگلیسی فکر بکنی. اشتباه دوم، بچه ها، من از شنیدن این جمله کهیر میزنم. میخوام زبانم تقویت بشه، بتونم صحبت کنم، نمیخوام گرامر یاد بگیرم. اشتباهه. گرامر نخوندن و انتظار نتیجه داشتن اشتباهه. بچه ها فکر کنین من نمیدونم توی فارسی اصلا هر کلمه کجا باید بیاد، نمیدونم ساختار جمله به چه شکل، زمانها چه اهمیتی دارن و سعی کنم یه جمله بسازم. یک جمله بی مفهوم و بی سر و ته میسازم که مخاطب متوجهش نمیشه. درسته، من میفهمم که میگین خب ما فارسی رو که اول گرامر یاد نگرفتیم، نمیدونم بچه که بودیم توی محیط بودیم یاد گرفتیم، اینم توی محیط اگه قرار بگیریم بدون گرامر یاد میگیریم. چند تا مسئله بهتون بگم. اینطوری نبود. کدوم یکی از ما وقتی بچه بودیم تا 5-6 سالگیمون تونستیم جملات کامل و درست و صحیح بسازیم؟ معمولا وقتی بچه‌ایم، وقتی 3-4 سالمونه، یاد میگیریم حرف بزنیم، جملاتی میسازیم که مفاهیمش به هم نمیخورن، یه کلمه رو جاشو اشتباه میگیم و معمولا هم بقیه بهمون میخندن که چقدر کیوتیم. و تازه بعد از مدرسه رفتن و خوندن قواعد که یاد میگیریم که او پس من اینو بعد اینجوری بگم، ناخودآگاه وارد ضمیر ناخودآگاهمون میشه اینا. یعنی ما وقتی بچه‌ایم درست حرف نمیزنیم، درست حرف میزنیم اما درست حرف نمیزنیم. مسئله بعدی اینه که اگر فکر کنیم یه شخصی که اصلا مدرسه نرفته و توی 8 سالگیش داره کامل و سلیس و روان فارسی حرف میزنه، بچه‌ها 8 سال طول کشیده. پس واقعا گرامر مهمه. یعنی نگم چقدر گرامر مهمه. و توصیه‌ام اینه که گرامر رو به صورت عملی یاد بگیرین. یعنی همه ما تصوری که از گرامر داریم اینه که من یک سری اصول و قواعد رو میخونم توی کتاب، میرم چند تا تمرین براش حل میکنم و تموم. نه، اینجوری نیست. گرامر رو باید به مرحله پروداکشن برسونین. در مورد اینم حتما یه ویدیو جداگونه درست میکنم که چطوری ما لغت‌ها و گرامری که میخونیم رو به مرحله پروداکشن برسونیم و واقعا بتونیم اکچولی ازش استفاده کنیم. اشتباه بعدی، ترس از اشتباه کردن و صحبت نکردن. این که ذره ریشه روانشناختی هم داره بچه ها، ولی به عنوان یک معلم میخوام بهتون بگم که شخص من اگر کسی اشتباه بکنه هیچ گونه تأثیری توی ذهنیت من نسبت به اون فرد نداره و حتی اگر 100 بار اون شخص اشتباه بکنه من با صبوری بهش یاد میدم.
شما هم بدونین که اشتباه کردن توی مسیر یادگیری زبان کاملا نرماله. یعنی منی که الان معلمم، منم اشتباه کردم، کسی که معلم من بوده اونم در زمان خودش اشتباه کرده، هنوزم اشتباه میکنیم، فقط درصد خطامون اومده پایین. اینو باید بپذیریم. مثل اینه که بگی من کلا رانندگی نمیکنم چون میترسم یه روزی تصادف بکنم. قطعا شما وقتی تازه کارین و این ترس هم همراهتونه، بریم بیرون ممکنه بزنیم به تیر برق، کاملا نرماله. ولی هر چقدر که قلق رانندگی دستتون میاد یا همون زبان رو یاد میگیرین، این درصد خطا کمتر و کمتر میشه در حدی که دیگه نمیترسین. پس باید در مرحله اول همراه با اون ترس رو بپذیرین و انجامش بدین. همه اشتباه میکنن. الان من که توی زبان انگلیسی خیلی کم پیش میاد اشتباه بکنم، اگر برم زبان اسپانیایی یاد بگیرم قطعا از همون اول تلفظاشون هم اشتباه میکنم، تلفظ الفباشون هم اشتباه میکنم. پس کاملا نرماله. اشتباه بعدی نداشتن ثبات توی یادگیری زبان و بی‌برنامگیه. ببینین بچه‌ها، توی یادگیری زبان و فکر میکنم این مسئله به همه چیز اپلای کنه، یعنی در مورد همه چیز صدق بکنه، ورزش، یادگیری یک زبان جدید، یادگیری یک مهارت جدید، استمرار خیلی مهمه. استمرار حرف اولو میزنه. شما بیا مثلا امروز 10 ساعت زبان بخون، اما تا 10 روز دیگه هیچ کاری نکن، اصلا سمت زبان نرو، هیچ یادت نمیمونه. اما اگر بیای روزی 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه پادکست گوش بدی، یک چیز خیلی ساده پیش پا افتاده، 10 دقیقه روزی پادکست گوش بدی، بعد از 10 روز نتیجهش هنوز همراهته. پس همین نشون میده که من حتی اگر کم بخونم اما هر روزه، یا اگر فرصتشو ندارم هر روزه بخونم، در فواصل منظم این زبانو بخونم، خیلی بهتر از اینه که به حالت سینوسی باشه، یه روز بخونم 10 روز نخونم، بعد 3 روز بخونم یه هفته نخونم. این واقعا نتیجه قرار نیست بده. حالا راه حلمون چیه؟ بیا یه برنامه واقع بینانه بچین. یعنی نیا بگو که من از این به بعد روزی 10 ساعت، 7 ساعت، 6 ساعت زبان میخونم. از روزی نیم ساعت شروع بکن. و بدون که زبان خوندن هم شامل اون کتابی میشه که میخونی، هم شامل اون فیلمی میشه که میبینی، هم شامل موزیک گوش دادن میشه. اینا همه زبان خوندنن. مسئله زبان خوندن اینه که فقط خودتو باهاش درگیر نگه داری. به معنی این نیست که پشت میز بشینی و همیشه کتاب بخونی. همه اینا باید توی برنامه‌ت باشه. اشتباه بعدی اینه که ما فقط زبان رو میخونیم و توی روزمره ازش اصلا استفاده‌ای نمی‌کنیم. استفاده زبان توی روزمره خیلی مهمه. حالا شاید بگی که من یه شخصی هم که توی کشور انگلیسی زبان زندگی نمی‌کنم، اصلا توی کشوری زندگی نمی‌کنم که زبان انگلیسی توش صحبت بشه. من چیکار باید بکنم؟ بهت میگم خودت باید این موقعیت رو ایجاد بکنی و خودت رو توی زبان ایمرس بکنی و غرق بکنی و خودت رو با زبان احاطه کنی. چطوری؟ با یکی از دوستات قرار بذار که چتتون دیگه فقط به انگلیسی باشه. بیا روزی جلوی آینه بشین و با خودت انگلیسی حرف بزن. میدونم شاید اون اولا عجیب باشه ولی واقعا تاثیر داره. بیا اون تو دو لیست یا برنامه‌ای که مینویسی رو به انگلیسی بنویس. بیا رسیپی غذایی که میخوای یاد بگیری رو به انگلیسی سرچ کن. این کارهای کوچیک توی روزمره واقعا تاثیر میذارن. اشتباه بعدی انتظار نتیجه سریع داشتنه. بچه‌ها میتونم بگم که تقریبا هیچ چیزی انقدر سریع نتیجه نمیده. حتی واسه یه غذای خوب تو باید چند ساعت صبر کنی که جا بیفته. حالا چه برسه به یه مهارت. دونستن یک زبان و صحبت کردنش مهارت محسوب میشه. پس صبر بکن، استمرار داشته باش. به هیچ وجه این استمرارت رو قطع نکن، نتیجه خودش قراره بیاد. هیچ کدوم از ما یک شبه زبان یاد نگرفتیم و طبیعتاً چون یک شبه یاد نگرفتیم، یک شبه هم قرار نیست یادمون بره. اما اون پروسه رو باید صبر بکنی عزیز من و رها کردنش، هر بار رها کردنش کمکی بهت نمیکنه. اشتباه رایج بعدی که دوباره از اون چیزاییه که واقعا عصبانی میکنه، یک لیست لغت نوشتنه بدون اینکه بدونی اصلا اون لغت کجا کاربرد داره. من یه لیست لغت مینویسم، معنی فارسیش هم جلوش مینویسم و انتظار دارم لغت یاد بگیرم. اصلا این مدل لغت یاد نمیگیرین بچه‌ها. لغت رو باید توی کانتکست یاد بگیرین، توی اون در واقع محتوا یادش بگیرین که بدونین توی اون محتوا چه معنی میده و چطوری کاربرد داره. لغات ممکنن طبق در واقع جایی که توش استفاده میشن معناشون عوض بشه. توی انگلیسی لغات فقط یک معنا ندارن که، حتی توی فارسی شما بیا لغت روان رو بنویس،
از کجا میدونی این معنای روح و روان داره یا معنای روان در معنای جاری رو داره یا روان در معنای کسی که داره میره رونده رو داره؟ تا توی جمله استفاده نشه نمیدونیم. به خاطر همین تاکید میکنم هر لغت یا کالوکیشنی دارین توی انگلیسی میخونین حتما توی جمله بخونینش و بعد خودتونم براش مثال بزنین. اینطوری یاد میگیرین که واقعا اون لغت کجا استفاده میشه. حتی هم خانواده هاش هم یاد بگیرین. مثلا اگر این لغت رو من توی جمله یاد گرفتم، مثلا لغت interesting و فهمیدم ادجکتیوه و فهمیدم به معنای جالبه، یاد بگیرم که اگه ادجکتیو دیگه داره اون چه شکلیه، فرم فعلش چیه، فرم اسمش چیه. این دایره لغت منو گسترش میده. اشتباه بعدی که این یکی از آخرین اشتباهایی که میخوام بگم، تمرکز خیلی زیاد روی لهجه به جای فلوئنسیه. بعضیا انقدر درگیر لهجه میشن که فراموششون میشه هدف از صحبت کردن یک زبان لهجه نیست، هدف فلوئنسی و رسوندن مطلب به طرف مقابله. که اگر اینطوری نبود، اگر به این نگاه بکنیم، ما کلی سمپل اسپیکینگ 9 داریم از کسایی که نیتیو سپیکر نیستن، مثلا لهجه ایندین دارن. اگه لهجه انقدر مهم بود، شخصی که لهجه هندی داره چرا بعد 9 میشد توی اسپیکینگ آیلتس؟ پس لهجه اصلا واقعا مهم نیست. شما وقتی دارین توی یک شرکت کار میکنین و اونجا diversity of nations وجود داره، یعنی یک شخص آسیاییه، یک شخص هندیه، یک شخص نمیدونم اروپاییه، یک شخص آمریکاییه، اینا همه باید بتونن با هم صرفا ارتباط برقرار کنن و هیچ کدوم قرار نیست تلاش بکنن همگی مثلا لهجه بریتیش داشته باشن، همگی لهجه امریکن داشته باشن. پس تمرکز از این لهجه بذاریم کنار، بذاریم روی رسوندن مطلب به طرف مقابل به طور صحیح و به صورت فلوئنت. تا وقتی که شما تلفظ کلماتتون درست باشه، واقعا لهجه اهمیتی نداره. مسئله بعدی و اشتباه آخرمون اینه که خیلی‌ها میان دنبال ساختارها و لغات قلمبه سلمبه و به ظاهر سخت میگردن و فکر میکنن اگر اینها رو استفاده بکنن خیلی خفن به نظر، در حالی که اینطوری نیست واقعا. دوباره میگم هدف ما از استفاده از زبان رسوندن اون مطلب و مفهوم به طرف مقابله. خیلی از کسایی که دارن برای خودشون لیست لغات سخت و عجیب غریب درست میکنن، حتی نمره بالایی توی هیچ کدوم از این آزمون‌های بین‌المللی نمیگیرن و حتی نمیتونن خیلی خوب صحبت بکنن. واقعا لغت سخت چه کاربردی داره وقتی طرف مقابل اون رو نمیفهمه یا اصلا نیاز نیست توی این موقعیت استفاده بشه. در واقع مهارت ما زمانی مشخص میشه که ما میدونیم موقعیت مناسب استفاده از هر چیزی کجاست. خب بچه‌ها، اینا اشتباهات رایجی بودن که میخواستم بهتون بگم. امیدوارم که ویدیو امروز رو دوست داشته باشین. اگر که ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و برام کامنت بذارین. مخصوصا اینکه برام کامنت بذارین دوست دارین توی چه موضوعایی براتون ویدیو درست بکنم. کامنت های شما خیلی کمک کننده است. مرسی که ویدیو رو دیدین. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. بای.